دلچینی صبح بخیر بیا تو خونه هم بیا ارفان جو درس را کی بیده؟ درسلا آه درسلا سلام علیه الله عباس بیده سلام علیکم السلام کاکا خوبه بخیر سلامتی خیریه زنده باشین چی گپای کاکا شکر فضل خدا زنده باشی سلامتی خیریه خدا خوبم. کجا بودی؟ بمسره بودم بیام تو باشه شما خبر بگیرم خیر بینیم که خبر کم کارم دیشتم چی کن؟ میگم کاکا بگو از این داستون رمضان هم خبر دارین نه چی داستان داره رمضان؟ حقیقت خبر ندارین نه آخری رمضان که یکنیم سال میشه زندگی هم گرفته تو چی میگی؟ خیلی میبینی یا خیالی میبینی؟ نه کاکا یکنیم سال میشه خونی سیوای هم با خوبه گرفته تو از چی خبر شدی؟ مامام از ایران به مادرم زنگ زد مادرم خبر شده شاید امید ساعت به سراغ شما میآید بابا رمضانی تو آدم نیه کاکا تا گپی نباشه میشه گپاکه من خبر ندارم من خبر نشدم الان مادرم میه مادرم خبر شده یعنی موت از ایران زنگ زده با مادرم زنگ زد یکنیم سال میشه گفته خونی سیوای هم داره یعنی سرا سیوای داره سرا سیوایی داره چه خول بدبخت کردم کو این زندگی هم داره یعنی شما دیرو خبر شده یه مسئله بله یا دیشب زنگ زده بودم یک نیم سال میشه یه عروسی خو کرده سرا سیوای داره من خبرم ندارم که به یک زنگ مادر خوزی به مادر خود زنگ زد آه. چشم بله مادر جان سلام خوبین شکر سعی کنی کاکا به چی مایم اشتر خوشی شتیاری خوبی جانجوره خیریه شکر یا باز چی میگه امرو بیانده به خونه آماده رمضان شما کی خبر شده بودین چه به من نگفتین درو خبر شده بودین یعنی که به حقیقت داره که یعنی یک نیم سال میشه عروسی خود کرده میگو پس امال شما با هم خورده دو خیلی چی نگین که من تو این کار معلوم کنم خوب این کارا زیر جولی هم یادش نگو با ترس از آدمی که چوب بود من ایت علم نمی آمد که ایت آدمیه با شب خورزاد خود چی نگیر خدا حافظ شما خدا حافظ دلچینی برم گوشی پین روزا بیاره گوشی من چه کاکا من به رمضان زنگ زنم من گوشی ما رایگانه شما رو بگیریم بریم زنگ زنیم بله رمضان اشتنی تیاری جانجور خوبی شکر میگم اشتن زندگی تو اشتن زندگی تو مرگ که اشته زنیه همون زنه که کنیم سال میشه عروسی کردی سرا سیوهی گرفتی بریو یعنی همین مردم دروغ میگه تو راست میگه که یعنی زن نکردی میگم تو از اون دخترم چی بدیدی بابالی یک سیخ گوگی ده دل میترغه
نفته که نبری تو دی کار خبر نداره. تو تنها زیرجویی می کار کردی. تمام همین مردم دروغ میگه، تو راست میگی. 1.5 سال میشه تو عروسی خود که دسرا سیوهی برای کرا کردی. تو از این دخترم چی بد دیدی؟ یعنی شطور دوزی و پشخم هم میشه. یعنی تو میگی هیچ وقت من خبر نمیشدم. ایشته شخصی بوده که تو همین نمزاددار شدی، عروسی کردی، 1.5 سال میشه با خونه تو هنو ایسا که کس از نفته که نبیری تو خبر نداره. تو چی فکر کردی خود کو؟ یعنی هیچ وقت من خبر نمیشدم از این معامله تو، از این کار تو خبر نمیشدم. همین زندگی که تو همین دخترم رو تو جمع کرد، ولی عکس سخگوگی ده دل میترقه. تو همیت انسانی که تو دختر خود داری، بچه خود داری، روزگار خود داری. مثل که تو کبر واردیشی بود. خوبا میام خودت نقدی گرد میزن. باشو یک دفعه خداحافظ تو. عجب انسانیه. بگیره. کار داریم کاکا. نه. همون فکر نمیکنه که فقط تو تا قیامت من خبر نمیشدم. چی میگم کاکا؟ چی میگم؟ من نمزاددار نشدم، دو عروسی نکردم، دروغ میگم مردم. تو سکم جنپا خواهنده خوب. یا گیله چیو بابا؟ چی بگم برای تو؟ تو آدم ساده تو چی بگم؟ چی کار کردم بابا؟ چرا بابا گریه میکنی؟ چه کار شده بابا؟ خواهرتم بغدار شده. بله؟ خواهرتم بغدار شده. خب پیاره بکن، این کار خوبیه دیگه. همه مردم باغ دارن، خوراک من باغ داشته باشه چرا به گریه میشیم؟ باغ دارن چرا شما گریه میکنی؟ خب باغ داشته باشن که بیتره. تو چی میگی؟ باغ با کجاه؟ انباغ میفهمی؟ اشته هم باغ رمزون با کله گنده خود زندگی هم داره. نه رمزون دوماد زندگی داره. زندگی داره. بابا شما گریه میکنی. این دوماد مال زندگی داره. شما چی میگه بابا؟ 1.5 سال میشه عروسی خود که دستورا سیبهی داره، زندگی سیبهی داره. نه عباس همینو با بالا شیشته همین رمزون با با می کله گنده خواه. من میرم به در سرای نمیرم. گیر ببینو سکن که ایشت غیرتیه. برو اون عباس هم با بالای وزی پرسان هم بکن. اگه من دروغ میگم برو وزی پرسان کن. بیا بالایو. کینه؟ بیا گیلا اینجیو. چه گریه میکنی با؟ دل من خود جک میکنه.
دل من خوب چرچنگ میکنه. چره؟ تو بشین بیا اینجا بشین. بیا اینجا بشین. چره خدا نکنه گیلک. رمضان دوماد با زنگ کرده. آها خبر شدیدتان گیلک. پیار ماماله گو. کار خوبی نیه گیلک. اگه زنگ زدم آره اودم پیار تو برای زنگ زد دو داب دزو گپ زد زنگ بزنم برای گپ میزنی رمضان ها آره دیگه تو هم برای گپ زی چه تا کاری کرده کینه رمضان دومات شما بو چه تا کاری کردی از من چی نک مرگ ملک کاکا خسور خیلی آدم گندی بودی خدا تو رو به خیلی خیلی گریه نکو دیگه بابا تو چی کرده برای تو به سر خوار به زنگ کردی گریه نکن نه بگو من خودی کله کنده خب بابا تو چکار کردی ما خودی کله کنده خب تو چکار کردی که تو برفتی زنگ کردی به سر خوار به دیگه به سرمون نیایی بفهمید الان من بیام پیار من بیام آده دویده به کله تو پوست تو سعی کن میکنی آره میکنه مرگ گریه نکن گیلک من گریه نکنو مردم دروغ میگم مردم دروغ میگم ها تو صبر که پیار من بیام مادر باشه خبر بشم معلوم میشه با فهمیدی؟ با معلوم میشه با معلوم میشه میگم با فهمیدی با صبر کن مرتی تا لحظه که من تو دیگه نی هیچی دیگه به سلام نیایی که به خدا لنگاتون بشکنم من حالا منو خورزاده خورم میدارم میارم خورم میارم سعی کو سراتو رحمت در میدم یا نه بس بری ای فادم نکرده خدای فیزیک کنی کار گندی کرده میبین گیلک نیم سال میشه خونی سیوای هم بگرفته بزو حالا ما خبر شده مانه بیدم این سر مدر و میایه بابا من حالا برای بساله گردر و من باشه پست ازی میکنه فهمیدی؟ برای کلی برای بابا تو من برو نه نمایه ها؟ باشه نه رو گیلک چی مایی نه کردی؟ با پیار محصابی اصلا برابر یک نمای بری برابر زیمبرقی کار نمیکنه نمای جای میشه پیار شرطی میکنه باشه من نمای میرم جای میشه بشی نرو نمای سبا یک جنجال دیگه جنگ کنم اینو رو بگیرم من جنجال دیگه حداقل اجاتی پیار خو کنه چهار تا بسکه بزنم بود تو چی کار نکنه اگه با صورت بیا نغزار اگو بشی کار نه دیگه لنگار میشکنم من نرو بزرگ گفتم من نرو تیتال میزنه نه گیلک جان گریه نکو نمایه بری حالا بیت کاری بکده باشی جنجال کنم شه